همینطوری بی حساب پول آمدن رفتن، نه، اونور حساب داره. مو رو از ماست میکشن. یه شب هارون واسه یه طبق غذا که بردن، این دید که بهلول تو اون خرابه نشسته داره نون خالی میخوره. گفتش این غذا من هم با طبق ببرین صاف بزنین جلوی بهلول اون بخوره. غذا رو آوردن جلو بهلول، غلاما گذاشتن. گفت چیه؟ گفتن غذای سلطانه برای تو بریم. گفت بری جلو اون سگا، بری جلو اون سگا. غلاما گفتن غذای سلطانه. گفت یواش، اگه بفهمن سگا، سگام نمیخورن، یواش. سلطان میخواست به این رحم کنه، گفت غذا رو همونطور با طبق بزن جلوی بهلول بخوره. اون گفت بری جلو سگا. گفت مالا سلطان میگه، گفت یواش، اگه میفهمن سگام نمیخورن. والله همینه. حدود 30 سال 28 سال پیش تازه انقلاب شده بود. یک کسی سرهنگ بود، سرهنگای شاهی بود. حالا دیگه خلعش کردن چه بود دیگه، تو لباس اومد بیرون. این محرم، 10 محرم که ما 10 شب داشتیم، این یه روزی شب یه نصف شقه گوسفند آورد تو جلسه ما. من خیلی رعایت میکردم، الان میکنیم. من به اون مداحمون که میخون گفتم که اینو خورد نکنید بریزین تو غذا. خونشون دور بود، طرفای اون یافت‌آباد اونجا دور بود. گفتم شب که میری اونجا سگ زیاده، اینو ببر بنداز جلو سگا، هم تو شقه رو. این تو دلش، تو نفسش فکر کرد که خب چرا این کارو بکنم؟ اونجا همه بدبخت و فقیرن، میبرم خونه خوردش میکنم فالفال میدم به فقرا. من فکر اون خودم گفتم به کسی ندیا، فقط بده به سگا، نبری خونه فالفال کنی. این نگفت به من که من چه خیلی داشتم، هیچی نگفت، ولی تو دلش عصبانی میشه. والله فردا خودش اومد و اکبر با عجب شما آدمی هستی. من بردم انداختم یه محلی خیلی سگ بود، انداختم اونجا با غضب. گفتم ما باید یه شقه گوشت رو بندازیم اینجا جلو سگا. و گفت به جان شما 10 دقیقه وایسادم، سگا میدن طرف این یه نگاه میکنم میرفتن، نخوردن، سگا نخوردن. والله او گفت اونجا فهمیدم که چرا شما گفتی ببر بنده جلو سگا. برادر من این پولا خیال نکنید، بله فعلا تو دست تو کار و لوله نفت تو جیبت، لوله گاز تو. نه بابا، پدر صاحب بچه رو در میاره. اون میگه ما بس که نون سیبزونی خوردیم دیگه دلمون از سیبزونی به هم میخوره، اونم پولش نداریم بخریم. الان اینطوریه.